امروز 16 فوریه است و استودیوی مرکزی برنامه اخباری آزادی را تقدیمتان میکنیم. سلام بینندگان عزیز. در نشر نوبتی این موضوعها را به بررسی گرفتیم. دادستانی مرگ یکی از گمانبران در پرونده بانکداری توجیک را تصدیق کرد. دو متهم به جنایت، یکی به امریکا و دومی به لهستان گریخته است. الکسی ناوالنی مخالف سرسختی حکومت روسیه در یکی از زندانهای دوردست درگذشت. سبب مرگش تحقیق می شود. و وزیر کار خارجه تاجیکستان میگوید اشکار کردن جزئیات مذاکرات مرزی با قرقیزستان به نفع کار نیست. اگر ما چیزی گویم حاضر شاید که همین گفته ما برای پیشبرد همون روند خوب نباشد. دادستان کل تاجیکستان تصدیق کرد یکی از بازداشت شده ها در پرونده کشتاری شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک در بازداشتگاه افدیده است. یوسف رحمان 16 فوریه در نشست خبری گفت برای دست داشتن در قتل اسمت اللهیف به زیدی 18 نفر پرونده باز شده، 14 کسی آنها در بازداشت هستند. از 2 نفر دیگر یکی را در امریکا دستگیر کردند، دومی در لهستان جستجو می شود. جزئیات بیشتری پرونده در مطلب همکاران ما. یکی از بازداشت شده ها در پرونده کشتاری شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک در بازداشتگاه افدیده است. دادستان کل تاجیکستان روز 16 فوریه این خبر را تصدیق کرد. او گفت برای دست داشتن در قتل اسمت اللهیف نسبت 18 نفر پرونده باز شده است. از این 18 نفر نسبت 14 نفر گناهکاران پرونده جنایتی با پروسه ایمداری پنجه تحقیق پرونده جنایتی به سود ایصال کرده شد و این بود در بررسی سودی قرار دارد. نسبت 2 نفر جنایتکاران دیگر ما پروتکل اعلام کردیم. 2 نفر از 2 نفر باقی مانده 1 نفر در مالداری پرونده شد نتیجه مقابله نشان دادند، 1 نفر دیگر در محبس. نمایندگان دادستانی گفتند یک از گمانبران افدیده در پرونده کشتار شهرت اسمت اللهیف پرویز مصطفی قلوف است. به اطلاع این نهاد 27 آگوست سال گذشته بعد بد شدن سلامتیش او را به بیمارخانه بازداشتگاه بردند و 1 روز بعد درگذشت. دادستانی سبب مرگ او را پنومونی مزمن شش‌ها گفت، اما معلوم نیست که نزدیکان پرویز مصطفی قلوف در این باره چی میگویند. مصطفی قلوف ساکن 44 ساله شهر پنجکین با اتهام خبر ندادن درباره جنایت دستگیر شده است. ربودن و قتل شهرت اسمت اللهیف معاون اول رئیس اوریون بانک یکی از قضیه‌های پر سر و صدا در سال 2023 بود. به گفته مقامات او را 23 ایون از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده بعد از شکنجه به قتل رساندند. جسد اسمت اللهیف را 13 آگوست سال گذشته از دریای زرافشان یافته در دوشنبه به خاک سپاریدند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. آنها با درستی سخنهای اسمت اللهیف آید به نداشتن کریپتواسعار و خانه علاهیده برای نگاهداشت مبلغ‌های پولی نقدی باور نکرده این عملهای بیرحمانه خود را ادامه می‌دهند. محاکمه متهمان در قتل شهرت اسمت اللهیف اول ماه ژانویه امسال آغاز شده ولی معلوم نیست که حکم کی اعلان می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. الکسی ناوالنی رهبر زندانی مخالفان حکومت روسیه در محبس در حوزه مختاری یمل نینتس درگذشت. در این باره خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه خبر داده است. ناوالنی 47 ساله در زندان درگذشت طوری گفتیم و در خبر رسمی آمده است که او روز 16 فوریه بعد از سیر و گشت خود را بد حس کرده از هوش می رود. تلاش پزشکان برای نجات دادنش بی‌نتیجه بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که تحقیق مرگ ناوالنی را سر کرده است و دوستان عزیز شما می توانید تفصیلات این خبر را در وبسایت ما پیدا کنید. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. رهبران نهادی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان خبر دزدی و از خود کردن میلیون ها دلار از وزارت دفاع را تصدیق کردند. پولی که باید برای لباس و خوراک و نگاهبینی سربازان و دیگر هدفهای جهت محافظت امنیت کشور صرف می شد. به گفته مقامات با مساعدت چند از رهبران به جیب دیگر کس رفته است.
радиои озодӣ ин мавзӯъро пайгирӣ кард ва ҳоло ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод инҷо дар студия дар бари ман аст. дуруд бар шумо. хуб, аввал дар бораи ҷузъиёти ин парванда барои мо маълумот медодед. бале шаҳло, сухан дар бораи пули андакне 24 миллион сомонӣ ва бештар аз 2 миллион доллари амрикоӣ меравад. این پول کلان را از بودجه دولت برای غذا و لباس و سفرهای خدمتی سربازان و افسران و تعمیر قسم‌های فرسوده حربی و وزارت دادند، ولی آن برای هدف‌های دیگر صرف شده است. ما بعد گرفتن این خبر از منابع خود سوالی را در نشست اجنتی مبارزه با کروپسیا که امروز در دوشنبه صورت گرفت دادیم. نصرالدین نظامزاده نماینده آژانسی در پاسخ به سوال ما گفت که در حقیقت در زیر ساختارهای وزارت مدافع سنجش مالیوی ادامه دارد و 19 میلیون سامانی مبلغ‌های از خود کرده را آشکار کرده. به قول نصرالدین نظامزاده برای این کار بر ضد سردار ریاست مالیه و بودجه وزارت مدافع و چند مقام دیگر پرونده جنایی باز شده است. و منبع‌های رادیو آزادی میگویند که در عموم 7 کارمند وزارت به از خود کردن پول دولت و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان متهم میشوند. حالا دقیق نیست که پول به کجا و به جای کی رفته است، ولی طبق گفته منابع آگاه این مبلغ بزرگ به واسطه یک شرکت ساختمانی تابع همین وزارت دفاع برای هدفهای دیگر خرج شده است. نصرالدین نظامزاده به خبرنگاران وعده داد که بعد انجام تفتیشات جزئیات آن را اعلان میکنند. خب ببینید، خرج میلیون ها سومانی دولت برای هدفهای شخصی از جمله در وزارت‌های تاجیکستان گپی نوکی نیست و در گذشته هم این گزارش‌ها بودند. اما سوء استفاده پولی که برای امنیت کشور روانه شده است چیز کاملا دیگر است، نه؟ بله شالا، درباره رواج گرفتن فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان که هر سال گزارش نشر می شود و خود مقامات هم هر سری چند وقت میگویند که این یا آن منصبدار برای به منفعت خصوصی استفاده بردن پول بودجه دستگیر شدند و یا جزا گرفتند. اما سوء استفاده پولی که برای سربازان و افسران و محافظت مرز و بوم کشور و آمادگی برای مقابله با هر دشمن احتمالی جدا شده است چیز دیگر است. مثلا از آن جهت جدی است که سربازان نوجوان تاجیک از تامین نامناسب در قسم‌های نظامی شکایت میکنند. یکی میگوید موزه درست ندارد و دیگری با پول پدر و مادرش لباس زمستانی نظامی میخرد. یک سبب سرپیچی از خدمت در صف ارتش را نیز همین شرایط نامناسب خدمت میدانند و بعد میفهمیم که مقامات هم بچه‌ها را از راه کوچه با زور داشته به صف نیروهای مسلح سفربر میکنند که اون هم با نام ابله و سر زبان مردم. بله، و در این باره ما بارها هم گزارش دادیم و در وبسایت رادیو آزادی است که بیننده ما میتواند به اونجا برود و این گزارش رو پیدا کند. تشکر. یادآور میشوم که همکارم میرزانبی خالقزاد بود که درباره پرونده دزدی میلیون ها سامانی از بودجه وزارت دفاع تاجیکستان صحبت میکرد. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در حال حاضر افشای جزئیات گفت و شنود مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان به منفعت دو کشور نیست. او در این باره امروز در نشست خبری صحبت کرد. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد و انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس امسال اعلان شوند. هرچند وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت حالا نمی شود تاریخ دقیق را برای امضای سازشنامه نهایی اعلان کرد. برای یوسفی در این باره گزارش می دهد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین نوری‌دین در نشست خبری وزارت روز جمعه 16 فوریه گفت در حال حاضر آشکار کردن جزئیات گفت‌وشنودهای مرزی با قرقیزستان به فایده این سازش‌های دو جانبه نخواهد بود. عین موضع‌گیری همچنین خاص طرف قرقیزستان است و با وجود اعلان حل شدن 90% مشکل مرز، بیشکک و دوشنبه جزئیات آن را رسانه‌ای نمی‌کنند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سبب را این گونه شرح داد. اگر ما چیزی گویم حاضر شاید که همین گفته ما برای پیشبرد همون روند خوب نباشد. در همین حال حاضر اگر گویم از ما با اونا رفت، از اونا با ما رفت،
این پروسس مان میشود یا اینکه پروسس با یک چی میگیم با یک کنج میرود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در گذشته در یک اظهاراتش گفته بود طرف مقابل در سالهای گوناگون 2110 کیلومتر مربع حدود تاجیکستان را از خود کرده است. وی سرنوشت این قلمروها را شرح نداد، اما گفت طرفها طرز حل مسئله را دیگر کردند. Традиционные, скажем, подходы, которые мы до подписания этого протокола ввели, они были изменены. آن روش‌های گویم انعنوی را که تا امضای پروتکل 44 پیش می‌بردیم آنها کمی تغییر داده شدند و در پروتکل 44 اساساً جانب‌ها راضی شدند که مسیر خط مرز را بر اساس حالت عملاً یعنی وجود داشته مرزی که کی در کجا چه انشاءات در کدام طرف جایگیر است و با همین سبب آنها توانستند پیش روند. یک سیاستشناس تاجیک میگوید اشکار شدن جزئیات داد و گریست در گذشته واقعا سبب درماندن گفت و شنودهای مرزی شده است. یکی از مانع‌های جدی برای به انجام رسیدن مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان در موضوع سرحد این رعایت نگردیدن سازش سال 2008 بود که در آن گفته میشد باید جانب‌ها تا به انجام رسیدن تمام روند رفت مذاکرات را محرمانه نگاه می‌دارند و تمام آن اطلاعی که برای رسانه‌ها پیشکش می‌شود در نتیجه موافقت با یکدیگر پیشکش می‌شود. با گفته وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خط مرزی تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد. بارها تغییر یافتن خط مرز و اجاره داده شدن زمین و چراگاه‌ها ده‌ها منطقه بحثناک را به میان آورده نامعینی سرحد در عموم سبب زیاده از 140 مناقشه شده است. در دو نیزای خونین اپریل سال 2021 و سپتامبر سال 2022 از هر دو طرف ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. خب گزارشی همکارم با رادیو صوفی بود و مطلب بعدی هم به مسئله مرز مربوط است. در شهر بوستان ولایت سوخت برای پیشگیری از احتمال کم‌آبی و خشک شدن زراعت‌های کشاورزان یک آبانبار را دیگر باره تعمیر و پر کردند. کولی که با نام کمسمال در بوستان شناخته می شود سالهای زیاد خشک و غیر قابل استفاده بود. از طرف دیگر کشاورزان از کم‌آبی از آب می‌کشیدند و باغ و زراعت‌هایشان را به دست آفتابی سوزان سپرده بودند. فرزان محمدی موضوع ادامه می‌دهد. کولی کمسمال سابق و حالا کولی شهر بوستان 16 سال باز آب نداشت. سببش هم فرسوده شدن سد آب نگهداری و به وجود آمدن رخنه در چند موضع آن گفته می شود. مقامات شهر در 5 ماه آخر آن را بازسازی کرده و عزم دارند تقریبا تا 2 میلیون کوب آب ذخیره نمایند. به گفته شهردار نو انگیزه این کار چند عامل دارد. کول هم همچون موضع سیاحی همچون آبانبار همچون ذخیره‌گاه استفاده برده می شود. لیکن حاضر پرابلم اولین درجه ما پر کردن آب کول است. ما چقدر که امکانیت داریم همه آن چاهای عمودی که هست آن برقرار میکنیم، نساس‌ها را تعمیر کرده به کار انداخته ایستادیم. مساحت کول 24 گکتار است و تا وضع کنونی برای بازسازیش تقریبا 1 میلیون سامانی مصرف گردیده است. حالا به آن از 6 پایگاه آبکشی آب جاری می شود و از روی نقشه بنیاد باید تا فصل گرما کل شهری به حد نهایی پر گردد. بنیاد دیگرباره این کل در حالی است که دو ناحیه کشاورزی ولایت سوخت با نامهای باباجان غفورov و جبار رسولوفی هممرز با قرقیزستان در نزدیکی آن قرار دارد. اکثر زمین‌های کشاورزی این دو ناحیه از کانال خواجه باقرغان آبیاری می‌گردد و سال گذشته به بی‌آبی شدید دچار گردیده بود. سرچشمه آب کشور قرقیزستان است. اونم از طرف قرقیز وارد میشدگی آبان به نهایت کم بود. 9000 گهتر زمینی 4000 گهتر زمینی ناحیه باباجان غفورov قریب 4000 گهتر زمینی جبار رسولوف همین سایه حاجی بقرغان آبیاری کرده میشه. ماه اپریل مای 2 ماه 9000 گهتر 200-300 لیتر آب بود، خلاص آب کم بود. در همینجا برنامه امروز به پایان رسید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.